سلام، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. امروز قرار راجع به کتاب صالحان آلبرت کامو صحبت بکنیم و اینکه اصلا اساس این نمایشنامه از کجا اومده. این نمایشنامه کامو رو شما میتونید با اسمهای مختلف توی کتاب فروشی ها مشاهده کنین، مانند درستکاران، راستان و غیره. ولی خب توی نسخه ترجمه‌ای که من دارم به نام صالحان ما میبینیمش. حالا علت این اسم چیه و این اسم اصلا از کجا میاد؟ این اسم از واژه لاتین The Just یا The Just Man میاد که خودش برمیگرده از یک اسطوره یهودی. در طبق این اسطوره یهودی در هر نسل 36 نفر آدم زاده میشن که اون 36 نفر وظیفه‌شون اینه که جهان رو در برابر پلیدی‌ها حفظ کنن و خودشون هم در این راه بمیرن و کشته. و این خیلی ربط عمیقی داره با داستانی که ما توی نمایشنامه میبینیم و به همین علت هست که آقای خشایار دیهمی این اسم رو بر اساس در واقع یهودی‌های فارسی زبان برداشتن که اونها رو صلحا مینامیدن و بعد ما به کلمه صالحان رسیدیم. وقایع این کتاب در سال 1905 در مسکو رخ میدن، موقعی که تزار روسیه نیکولاس دوم بود. در اون موقع روسیه یه سری جنگ‌هایی رو که نباید باخته بود و به طور کلی مردم اروپا به دنبال ایده آزادخواهی بودن و به همین علت بود که حزب‌های سیاسی مختلفی توی روسیه تشکیل شده بودن. برای مثال حزب‌های لیبرالیستی که به دنبال ایده‌های مارکسیستی بودن و این کتاب هم راجع به یکی از همون گروه‌ها هست. یه دونه از این گروه‌ها در واقع این مأموریت رو بر عهده میگیره که بیاد عموی تزار رو ترور بکنه و این علامت رو بفرسته برای حکومت که اگه شما با ما کنار نیایید و از حکومت دست نکشید ما به این ترور کردن ها ادامه میدیم. و داستان اصلی از اینجا شروع میشه. خود این گروه تروریستی از 5 نفر متشکل شده بود. نفر اول که در خط اول هم قرار داره و وظیفه انداختن بمب بر عهده اونه ایوان هست. ایوان با وجود اینکه خودش قرار عمل ترور رو انجام بده، شاعره، روح لطیفی داره، به محبت ایمان داره و این خودش خیلی تناقض‌آمیزه. از طرف دیگه دورا رو داریم که بمبساز گروهه و به دنبال اون ایده دوست داشته شدن و دوست داشتنه، با وجود اینکه میدونه نمیتونه به عنوان یک فرد فعال سیاسی به اون دست پیدا بکنه. از طرف دیگه استپان رو داریم که تازه از زندان آزاد شده و خیلی به دنبال آرمان‌هاشه و دیگه باور چندانی به عشق و محبت و دوست داشتن و حتی اهمیت دادن به دیگران نداره. و هر کدوم از این شخصیت‌ها پیچیدگی خودشون رو دارن. یا حتی رهبر گروه که تا حدودی احساس گناه میکنه که خودش نیست که قراره این بمب رو پرتاب بکنه و داره ریسک میکنه جون یاران و برادران خودش رو به جای خودش. و اما ایوان در انتهای کتاب میگه که مرگ من اعتراضی است نهایی به این جهان پر از اشک و خون و به نظرم زیبایی این کتاب اینجاست که تمامی این لاین ها، تمامی این احساسات در واقع در تاریخ حس شدن و گفته شدن توسط شخصیت‌های واقعی، توسط آدم‌هایی که روزی میزیستن و اون احساس برادری که شما حس می‌کنین و اون احساس سمبولیکی که شما حس می‌کنین و تمامی اون عواطف واقعا وجود خارجی داشتن و این یکی از دلایلیه که من میگم این کتاب رو حتما بخونید و حتما از دستش ندین. تا یه ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.